سلام دوستان عزیز و نازنینم، خیلی خوش اومدین و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خب ببینم که فروردین ماهیای عزیز امسال براشون قراره چه اتفاقات مهمی رخ بده. و شخصی که شما براش نیت کردید اگر که متولد فروردین هست گوش بدید ببینید که در ارتباط با شما چه اتفاقاتی قراره که بینتون پیش بیاد. فرقی نمیکنه که متولد ماه فروردین باشید یا ماه دیگه. مسئله این هستش که ببینید که این فروردین ماهی با شما چه اتفاقاتی با هم در پیش دارید. خب عزیزان فروردین ماهی، اتفاقات خیلی خوب مالی براتون میبینم امسال. 3 ماهه اول سال اتفاقات خیلی خوبی براتون میفته. از نظر مالی براتون گشایش کار افتاده، همینطور از نظر معنوی و احساسی از یک دوراهی نجات پیدا میکنید، از یک دوراهی بیرون میاید و یک تصمیم مهم میگیرید و مسائلی براتون آشکار میشه. همینطور برنامه ریزی و نقشه هایی دارید و با کسی همزمان با همدیگه یک شراکت یا کاری رو شروع میکنید که بسیار موفقیت آمیزه و آینده خیلی خوبی داره. یک برنامه ریزی خیلی خوب دارید. اگر هم شراکت یا مسائل مالی نیست، یک برنامه ریزی خیلی قشنگ و خوبی با یک دوست، یک رفیق یا هر کسی که این برنامه رو باهاش انجام میخواید بدید بسیار موفقیت آمیز هستش. در ارتباط با شما اگر که شخصی هستش که فروردین ماهی هست، ارتباط احساسی قوی میبینم و این ارتباط احساسی هم میتونه رمانتیک باشه، هم میتونه نباشه، هم میتونه رابطه دوستانه، خانوادگی یا هر چیزی باشه. کسی هستش که به شما کمک بزرگی خواهد کرد این فروردین ماهی و شما رو از یک نگرانی و ناراحتی بیرون میاره. این شخص کسی هستش که خیلی مهربونه، خیلی باگذشته و به احتمال قوی میتونه یه خانوم باشه ولی اگر هم یک آقایی هست، این آقا بسیار حالت مهربون داره و خیلی کمک کننده هستش و به شما در مسیری کمک میکنه تا به هدفی که دارید برسید. این شخص کسی هستش که آدم مهمی هستش، حالا توی حرفشه، توی کارشه، یا فردی که از نظر خانوادگی، فامیلی، اجتماعی، هر کسی که هست، این شخصی هستش که در واقع مهم هستش، یا آدمی هستش که شناس هستش، کسی هستش که بهش خیلی احترام میذارن همه. خب اردیبهشت ماهیای عزیز، ببینیم که برای شما چه اتفاقاتی در پیشه. و اگر که در مورد یک فرد اردیبهشت ماهی نیت کردید، ببینیم که در ارتباط با شما چه اتفاقاتی میخواد بیفته. خب دوستانی که تصمیم به انجام کاری دارن، کسانی که میخوان یه چیزی رو شروع کنن، حالا این میتونه تحصیل باشه، میتونه دوره آموزشی باشه، میتونه
شروع یک زندگی جدید، یک تحول جدید باشه. هر چی که هست برای شما امسال سال شروع هست، سال قدم برداشتن هست و شروعی که تا پایان سال به موفقیت‌هایی هم منجر خواهد شد. شما انتخابی میکنید که این انتخاب براتون خیلی خوشحال کننده است و موفقیت میاره. همچنین اون ابزار و وسایلی که نیاز دارید برای هدفتون در اختیار شما قرار خواهد گرفت از طرف خدا، کائنات و افرادی که توسط خدا و کائنات برای شما فرستاده خواهد شد. اتفاقات خیلی خوبی میفته براتون و ابزار و وسایلی که نیازتون هست برای رسیدن به هدفتون، این ابزار و وسایل براتون مهیا خواهد شد. اتفاقات مالی خیلی خوبی براتون میبینم و به ثمر رسیدن تلاش ها رو براتون میبینم. کسانی که تلاش کردید برای رسیدن به یک هدف مالی، امسال سالی هستش که نتیجه گیری خیلی خوبی خواهید داشت. و اما اردیبهشت ماهیایی که در زندگی شما هستند، حالا توی هر نوع رابطه‌ای که هست، اگر رابطه احساسی نیت کردید، رابطتون رو به بالا رفتن، بهتر شدن و زیباتر شدن میبینم براتون. کسانی که یک فرد اردیبهشت ماهی در ارتباط رمانتیک باشون هستن و کسانی که برای موارد غیر رمانتیک نیت کردید، دوست و همراه میبینم براتون. کسی که به شما خیلی علاقمند هست و تعادل در زندگی شما به وجود میاره. کمک‌های فکری که به شما میده خیلی براتون مهم هست و راهگشا هست این شخص براتون. همینطور در انجام کارهاتون و تصمیم‌های مهمی که میخواید بگیرید، این شخص خیلی براتون مفید هستش، قدم برمیداره براتون، کارهایی براتون انجام خواهد داد و باعث میشه که شما به حرکت بیفتید. یه جورایی شاید شما رو هل میده به طرف هدفتون، خیلی تشویقتون میکنه، خیلی بهتون کمک فکری میده و این شخص مهمی هست توی زندگیتون. قدرش رو خیلی باید بدونید. خب خرداد ماهیای عزیز، ببینیم که برای شما چه اتفاقاتی در پیشه. و افرادی که خرداد ماهی هستند و شما بهشون نیت کردید توی زندگی شما هستند به نوعی، ببینیم که در ارتباط با شما به چه صورتی خواهد بود. خب دوستان خرداد ماهی، یک دوره سکون براتون میبینم، یک دوره تفکر، یک دوره تجدید نظر، یک دوره در واقع دوره‌ای هستش که شما باید به خودتون بپردازید. شما دارید خودتون رو پرورش میدید و اطلاعات و آگاهیتون رو بیشتر میکنه. توی هر موردی که نیتتون هستش دارید در واقع خودتون رو بالا میبرید، اطلاعاتی که دارید رو دارید بیشتر میکنید، به خودتون بیشتر توجه میکنید و امسال سالی هستش که شما باید خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید، به خودتون بیشتر توجه کنید. افرادی رو میبینم دور و بر شما که بسیار به شما علاقمند هستن، دوستتون دارن. شاید یه مقداری شما ازشون دلگیر هستین که این دلگیری ها خیلی به مرور برطرف خواهد شد. براتون جمع خوشایند میبینم، خوشحالی میبینم، مثل حالت جشن، مهمونی
و اتفاقاتی که شما پشت سر گذاشتید، چیزایی که باید دیگه بهشون فکر نکنید، چون زندگی شما بسیار زیبا و روشن هستش. اون مسائلی که قبل برای شما اتفاق افتاده و گذشته، نباید شما اجازه بدید که اینا دخیل باشه توی ارتباطاتی که الان دارید و آینده خواهید داشت. براتون سال خیلی پرنشاط و پرشور و پر رفت و آمدی میبینم، انگار که اون مشکلات و ناراحتی ها رو روی سال قدیمی جا میذارید و با یه دل شاد و پرنشاط به سال جدید قدم میذارید. و افرادی که خرداد ماهی هستند و در زندگی شما هستند، بسیار شخصی رو میبینم که آدم مهربونی هست، کسی هست که احتمالاً به حیوانات خیلی علاقه‌منده، کسی که کلاً آدم احساسی هستش توی زندگی و خیلی حواسش به شماست. این شخص اگر که از نظر زبانی اونطوری که شما فکر میکنید یا دلتون میخواد نیست، ولی قلب بسیار بسیار بزرگ و مهربانی داره و خیلی هم به شما فکر میکنه. اگر که این شخص از شما دور هست، بدونید که قلبش به شما خیلی نزدیک هست. اگر که بینتون فاصله افتاده، چه از نظر رابطه چه از نظر فاصله مسافت، بدونید که به شدت به شما فکر میکنه و به احتمال قوی دیدار خواهید داشت با این شخص و از طرفش خوشحالی بزرگی بهتون میرسه و همینطور این که قدم بزرگی براتون برمیداره، خوشحالی بزرگی رو بهتون مژده میده. احتمالاً این فرد یه سورپرایز بزرگ و قشنگی براتون خواهد داشت. خب ببینم که برای تیر ماهیای عزیز چه اتفاقاتی پیش خواهد آمد در این سال نو. و افرادی که در زندگی شما هستند یا شما بهشون نیت کردید، ببینم که در رابطه با شما چه اتفاقاتی در پیش هست. عزیزان، همونطور که گفتم مهم نیست شما متولد چه ماهی هستید، مهم اینه که اون فردی که شما بهش نیت کردید، اگر خرداد ماهی، اردیبهشت یا هر ماهی که میگم اسمشو میبرم، الان تیر ماهی هست، کسی که تیر ماهی هست و در زندگی شما، ببینیم که چه نقشی رو ایفا خواهد کرد. خب عزیزان تیر ماهی، برای شما رهایی میبینم، برای شما سرعت میبینم، برای شما میبینم که اگر که هر کاری رو که مشغول انجامش بودید تا الان، به سرعت به نتیجه خواهید رسید و خیلی زود اون هدفی که میخواید رو به دست میارید و براتون رهایی و آرامش میبینم، براتون آزادی میبینم، رهایی میبینم. اگر گرفتار هر چیزی که هستید، از موارد مربوط به بیماری گرفته تا موارد روحی روانی تا مشکلات مالی یا هر چیزی، عزیزان امسال برای شما سال رهایی هست و میبینم براتون که فوق‌العاده سال عالی خواهد بود و اون چه که میخواید واقعا به دستتون خواهد رسید. بی برو برگرد. و افرادی که تیر ماهی هستند و در زندگی شما هستند، دوستان با هم دیگه جشنی میگیرید، انقدر اخبار خوبی بهتون میرسه که این شخص تیر ماهی که در زندگی شما هست، با هم دیگه به جشن و شادمانی میپردازید و احتمال سفر دارید با هم دیگه، با این فرد تیر ماهی احتمال دیدار و سفر. اگر که این فرد مسائل و مشکلاتی توی زندگیش هست، مسائل و مشکلاتش داره حل میشه، این فرد موارد ناراحت کننده ای رو احتمالاً پشت سر گذاشته، ولی
هم شما روی زندگی اون تاثیر قشنگی خواهید داشت، هم این فرد روی زندگی شما تاثیر خوبی خواهد داشت و هر دوتون طوری میشه که هر دوتون با هم یک جشن پیروزی میگیرید با هم دیگه و شکرگزاری دارید میکنید به خاطر موفقیتی که به دستتون خواهد رسید. فوق‌العاده عالی، فوق‌العاده عالی. چقدر کارتای زیبا و قشنگی، چه خبرهای خوبی واقعا. امیدوارم همیشه خبرهای خوب باشه براتون، اتفاقات شیرین و دوست داشتنی. خب مرداد ماهی های عزیز، ببینیم که برای شما چه خبرهایی هست. و افرادی که مرداد ماهی هستند و شما بهشون نیت کردید، ببینیم که در ارتباط با شما چه پیش خواهد اومد. خب مرداد ماهی های عزیز، اگر که توی این سال توی تصمیم گیری یه مقداری به مشکل بر بخورین، مطمئن باشید که از طرف خدا و کائنات برای شما اتفاقاتی خواهد افتاد که به تصمیم گیریتون خیلی کمک میکنه و مشکلات و مسائلی که در پیش دارید رو به راحتی به سادگی شما حل خواهید کرد و بسیار بسیار خوشحالی های زیادی براتون افتاده، نه یه دونه، همینطور خوشحالی های پی در پی و بزرگ براتون افتاده. فقط اوایل ممکنه که شما در تصمیم گیریتون یه مقداری دچار مسئله و مشکل بشید و ندونید که چه کار میخواید بکنید، اما مطمئن باشید این تصمیم گرفته خواهد شد و مسائلی که در زندگیتون هست رو خودتون خیلی زیبا حل خواهید کرد با کمک پروردگار و کائنات. و همچنین اگر شخصی هستش که مرداد ماهی هست و در زندگی شما هست، شما بهش توی یک موردی که گرفتار شده و بیشتر به نظر میاد گرفتاری احساسی باشه، شما بهش کمک بزرگی میکنید. همینطور اگر که حالت دعوا، قهر، مشکلی هست بینتون، مطمئن باشید که این مسئله حل خواهد شد، براتون خوشحالی افتاده، براتون شکرگزاری افتاده و اینکه به آرامش رسیدن افتاده براتون. هر مسئله‌ای که بینتون هست حل میشه و به آرامش و خوشحالی میرسید و همینطور شما به این شخص کمک شایانی خواهید کرد و این شخص در زندگی شما نقش خیلی خوبی ایفا میکنه. خب شهریور ماهی های عزیز، ببینیم که برای شما چه اتفاقاتی در پیش هستش. به به، چقدر عالی. و اگر که شخصی که شما در موردش نیت کردید شهریور ماهی هست، ببینیم که در ارتباط با شما چه مسائلی در پیش هست. خب عزیزان، کارت قدرت براتون افتاده و شجاعت. شما با شجاعت و قدرت درونیتون مسائل و مشکلاتی که سر راهتون قرار میگیره رو به راحتی حل خواهید کرد و از این قدرت درونیتون استفاده خیلی خوبی خواهید برد توی این سال جدید. اگر که بین شما کسی هست که نیت احساسی داره، مژده ها و خبرهای خیلی عالی و خوبی براش هست و از طرف کائنات و فرشتگان اخبار خیلی خوبی براتون هست. برای افرادی که مجرد هستند،
پیدا شدن یک جفت مناسب یا ازدواج میبینم براتون. و همینطور اگر توی زندگی و روابط احساسیتون مسائل یا مشکلاتی هست به خوبی حل خواهد شد و براتون رهایی از تمام مشکلات و مسائل رو میبینم و رسیدن به آرامش و خوشحالی قلبی. و شخصی که شهریور ماهی هست و توی زندگی شما هست براتون خبرهای خیلی خوبی به ارمغان میاره، براتون در واقع کمکتون میکنه و به شما راهنمایی‌های خیلی بزرگی خواهد کرد. همچنین از نظر مالی میبینم که این فرد توی زندگی شما خیلی مؤثر هستش. حالا میتونه کمک مالی به شما داشته باشه یا راهنمایی‌هایی که خیلی به نفعتون تموم میشه. این فرد شهریور ماهی خیلی براتون مؤثر و مفید هست توی زندگیتون. خب و اما مهر ماهی های عزیز، ببینیم که شما چی میخواد براتون پیش بیاد توی این سال جدید. و همچنین اگر روی شخصی که مهر ماهی هست و نیت کردید ببینیم که در ارتباط با شما به چه صورتی خواهد بود. به به، عالی. مهر ماهی عزیز، اگر که یک غم و اندوهی رو از گذشته دارید با خودتون میکشید، این غم و اندوه از شما جدا خواهد شد به وسیله فرد دیگری که وارد زندگیتون میشه و به شما در واقع دنیای جدیدی رو نشون میده، راه جدیدی رو نشون میده و انگار که شما رو از اون دنیایی که توش بودید بیرون میاره و به یک دنیای زیباتر و جذابتری میبرتتون. احتمال داره این شخص کسی باشه که به شما در واقع پیشنهادی بده یا توصیه‌ای بکنه یا شما رو توی یک مسیری ببره که این مسیر باعث بشه که شما کلاً غم و اندوه گذشته رو به فراموشی بسپارید و فقط به روبروتون نگاه کنید و به اتفاقات خیلی خوبی که میخواد براتون بیفته. براتون کلاً تغییر و تحول میبینم. مهر ماهی‌های عزیز تغییر و تحولات بسیار بسیار عالی میبینم براتون امسال و خیلی خوشحالی‌های فراوون و زیاد. اگر که شخصی هست توی زندگیتون که مهر ماهی هست، یک تصمیمی میگیره و با شما در میون میذاره این تصمیم رو و شما به این شخص یک کمک فکری خوبی خواهید کرد. و اگر شخصی توی زندگیتون هست به صورت رمانتیک که رابطه احساسی دارید با هم و مهر ماهی هست، عزیزان موقعیت خیلی عالی میبینم براتون و حتی یک تصمیم و یک کاری که با هم انجام خواهید داد و موفقیت هایی که الان شاید دارید رؤیاش رو میبینید در واقع به تحقق خواهد پیوست. فوق‌العاده عالیه. خب آبان ماهی های عزیز، ببینیم برای شما چه خبرهایی در پیشه. و اگر که شخصی که بهش نیت کردید متولد آبان ماه هستش، خب آبان ماهی های عزیز، فردی وارد زندگی شما خواهد شد. شما یک
مسئله‌ای رو در گذشته داشتید، گذشته‌ای که میگم شاید نه خیلی دور، ولی موردی رو در گذشته داشتید که خیلی ناراحتتون کرده، مثل از دست دادن کسی یا چیزی یا موقعیتی که خیلی براتون ناراحت کننده بوده و خیلی شما رو در واقع به انزوا کشونده. اما شخصی رو میبینم که وارد زندگیتون میشه. اگر که احیانا شما خدای نکرده فرزندی رو از دست دادید، شما دوباره شاید صاحب فرزند بشید. اگر که سقط جنینی داشتید، دوباره صاحب فرزند خواهید شد. اگر موقعیت مالی، کاری یا هر موقعیتی که توی زندگیتون داشتید و از دست دادید، میبینم براتون که اتفاقات خیلی خوبی براتون خواهد افتاد و یک شروع جدید میبینم براتون. یک شخصی که وارد زندگیتون میشه و شروع جدیدی خواهد بود براتون. این شخص میتونه حالت رمانتیک داشته باشه، میتونه حالت فرزند داشته باشه، میتونه اگر دوستی رو از دست دادید یک دوست جدیدی باشه توی زندگیتون. و هر موردی که در واقع حالت از دست دادن داشتید توی زندگیتون، شخصی وارد زندگیتون میشه که شما زندگیتون اصلا این رو به اون رو میشه و تغییر و تحول فوق‌العاده عالی خواهد بود براتون. اگر به فردی نیت کردید که آبان ماهی هستش توی زندگیتون، این شخص در واقع اگر رابطه احساسی با خود شما داره که من میبینم این رابطه فوق‌العاده قوی خواهد شد، حتی شاید ازدواج باشه براتون. و اگر که ارتباط رمانتیک ندارید، این فرد رو میبینم که به هر حال یک ارتباط رمانتیک فوق‌العاده قوی توی زندگیش پیش خواهد اومد. و اگر که الان کسی توی زندگیشه، این شکل زندگیش احتمالاً عوض میشه به صورتی که حالا یا با هم زندگی میکنن یا ازدواج میکنن و شما خیلی خوشحالی بزرگی از این بابت بهتون میرسه. همینطور میبینم که این فرد به شما کمک میکنه که از یک ناراحتی بیرون بیاید، یا چیزی که شما رو قصه دار کرده باعث میشه که اون هم قصه بخوره و تو فکر باشه که چه کاری میتونه براتون انجام بده و چطور میتونه به شما کمک بکنه. و حتما این فرد کسی هستش که براتون قدم مثبتی برخواهد داشت و اون شور و اشتیاقی که شما شاید توی زندگیتون یه مقداری از دستش دادید، این شور و اشتیاق رو به شما برخواهد گردوند. خب آذر ماهیای عزیز، ببینیم که برای شما چه اتفاقاتی در راه هستش و چی میخواد پیش بیاد. و اگر که کسی توی نیتتون هست، توی زندگیتون هست، بهش نیت کردید و متولد آذر ماه هست، ببینیم که در ارتباط با شما چه پیش خواهد اومد. خب آذر ماهیای عزیز، براتون سفر میبینم، جابجایی میبینم. میتونه سفر باشه، میتونه رفتن از جایی به جایی، تغییر زندگی یا تغییر محل زندگی یا تغییر محل کار، تغییرات و جابجا شدن. حالا هم میتونه مسافرت باشه، هم میتونه مهاجرت باشه، هم میتونه تغییر دادن خونتون باشه یا کارتون. و هر چی که هست فوق‌العاده خوشایند هست و موفقیت براتون افتاده. همینطوری که میبینید خوشحالی بزرگ و موفقیت بزرگ. و میبینم که یک گردهمایی خیلی زیبایی خواهید داشت. میتونه یک گردهمایی خانوادگی، فامیلی باشه، یا
یه گرد همایی با دوستان قدیمی یا افرادی که خیلی مهم هست براتون که با این افراد با هم جمع بشید و کاری رو انجام بدید یا دیدار خیلی خوشایندی داشته باشید و این گرد همایی یک موفقیت و یک شانس خیلی خوبی توی زندگیتون هستش که اینو قطعاً از دست نخواهید داد. و آذرماهی‌هایی که در زندگی شما هستن عزیزان، اگر که نیت رمانتیک دارید با فرد آذرماهی آشنا خواهید شد و در واقع شروع یک ارتباط خیلی قشنگی رو دارم براتون میبینم. همچنین شروع یک کار مالی میبینم براتون با یک فرد آذرماهی. این فرد میتونه بهتون حالا کمک مالی بده یا شراکت داشته باشید با هم یا به نوعی کمکتون کنه، حالا کمک فکری، کمک مالی یا شراکت، هر جوری میتونه باشه و خیلی هم عالی هست. این فرد توی زندگی شما آدم خیلی مؤثری هستش و برای خودش هم این آدم در واقع یک موفقیت هایی رو به دست آورده و ممکنه خیلی هم به سخت به دست آورده موفقیت هاشو، اما انسانی هستش که به شما هم این کمک فکری رو خواهد داد، به شما این راهنمایی رو خواهد داد و به شما خیلی کمک خواهد کرد. خب ببینیم که برای دی ماهی‌های عزیز چه چیزهایی پیش رو هست. و کسانی که دی ماهی هستن و شما بهشون نیت کردید. خب یک تصمیم گیری مهم میبینم برای سال جدید. شما یک تصمیم خیلی مهمی رو توی این سال خواهید گرفت که روی بقیه زندگیتون تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت. تصمیم خیلی مهمی هست. یک کاری هستش که واقعا روش شاید خیلی فکر شده، خیلی برنامه ریزی شده و در نهایت این تصمیم بزرگ رو امسال خواهید گرفت و این تصمیم ممکنه باعث بشه که قید یه سری افراد یا یه سری موردایی که توی زندگیتون هست رو بزنید، اما موفقیتی که توش به دست میارید در واقع اصلا قابل مقایسه نیست با اون مواردی که الان دور و براتون هست. بیشتر این موارد در واقع مواردی هستن که شما بهشون یه جورایی دلبستگی دارید. حالا میتونه فرد یا افراد باشه یا میتونه موارد دیگه ای باشه، ولی شما با تصمیم مهمی که میگیرید اگر که حتی قید یه سری افراد یا محل زندگی یا هر چیزی رو دارید میزنید، در واقع موفقیت‌های خیلی بزرگتری پیش رو دارید و براتون میبینم که اون خواسته قلبیتون رو، اون چیزی که همیشه دوست داشتید، اون چیزی که در واقع آرزوی قلبیتون بوده برای شاید سالها و مدتها، شما به اون آرزوی قلبیتون امسال خواهید رسید. افرادی که دی ماهی هستن و در زندگی شما هستن، شخصی رو میبینم که از یک مشکل و مسئله‌ای در واقع تونسته که بیرون بیاد و تونسته که خودش رو رها بکنه، هرچند که موقعیتی داشته که خیلی ناراحت کننده بوده، افکار پریشانی شاید داشته و مسائلی توی زندگی شاید بوده، اما الان توی این امسال در واقع به نقطه‌ای خواهد رسید که یک شروع اشتیاق جدیدی در اون شخص به وجود خواهد اومد و توی زندگی شما هم این شروع اشتیاق در واقع نقشش
پیدا میشه و اینکه شما خیلی خوشحال میشید از اینکه این فرد در واقع از اون برهه‌ای که توش خیلی مسائل و مشکلات داشته بیرون اومده و این شور و اشتیاقش در واقع باعث میشه که شما هم به اون شور و اشتیاق خودتون برسید و همزمان با هم یک تبادل فکری داشته باشید و اون تصمیماتی که قرار هست بگیرید این فرد به شما کمک خواهد کرد و شور و اشتیاقی که نسبت به شما خواهد داشت این خیلی به شما کمک میکنه توی این تصمیم بزرگی که امسال خواهید گرفت و خیلی روابط خوبی میبینم براتون. خب و اما بهمن ماهیای عزیز و کسی که بهمن ماهی هست و شما بهش نیت کردید. خب بهمن ماهیای عزیز امسال براتون سال خیلی پر از آرامش و سالی هستش که شما در واقع به خواسته هایی که میخواستید رسیدید و دارید از موفقیت هاتون لذت میبرید. اگر که در اوایل سال حتی مسائلی دارید کسانی هستند که با عشق به شما کمک خواهند کرد، شما رو راهنمایی خواهند کرد و شما به توسط این افراد تصمیماتی توی زندگیتون میگیرید که منجر به آرامش خیال و خوشحالی قلبیتون خواهد شد. طولی نمیکشه که این آرامش و این خوشحالی قلبی توی این سال جدید به شما خواهد رسید. و بهمن ماهیایی که به شما بهشون نیت کردید هم خودشون امسال سال موفقیت مالی براشون هست، هم در واقع به شما کمک های خواهند کرد. من میبینم که احتمال داره این کمک مالی باشه، اما میتونه هم کمک فکری و معنوی باشه و این افراد امسال برای خودشون سال گشایش مالی، سال تغییر و تحول زندگی و سال خیلی خوشحال کننده هست براشون و همینطور خوشحالی که به شما هم خواهد رسید و شما همزمان با هم حالت جشن و شادمانی دارید و اینکه خوشحالیتون رو در واقع با هم دارید قسمت میکنید. خب و اسفند ماهیای عزیز و کسانی که اسفند ماهی هستند و توی زندگی شما هستند و شما بهشون نیت کردید. خب اسفند ماهیای عزیز براتون امسال سالی پر از شور و نشاط و خوشحالی میبینم و سالی که اتفاقات خیلی خوب پی در پی خواهید داشت. اون چیزهایی رو که توی قلبتون هست، اون مواردی رو که از صمیم قلب در واقع خواستید، شما بهشون میرسید امسال و
خوشحالی‌های خیلی بزرگی براتون میبینم. همینطور براتون تغییر و تحول قشنگ میبینم و در واقع کائنات و خداوند به شما خیلی کمک خواهند کرد توی این سال جدید که شما به اون خواسته های دلتون برسید. چیزهایی رو میبینم امسال یاد میگیرید که خیلی به کمکتون میان برای تصمیمات خیلی خوبی که میخواید بگیرید و همچنین براتون عدالت میبینم و میبینم که اون مواردی که شاید اگر مسائل قانونی دارید، اگر مسائل در واقع مشکلاتی داشتید، حالا از نظر قانونی یا از نظر در واقع کسی که شاید به شما بد کرده، شما نتایج این به اصطلاح موارد رو امسال خواهید دید. حالا یا کارمای اون شخصی که به شما بد کرده میبینید یا به هر حال اتفاقی براتون میفته که شما به عدالت میرسید و عدالت در حق شما در واقع میبینم که اجرا خواهد شد و شما امسال سال فوق‌العاده عالی براتون خواهد بود. و اسفند ماهیایی که توی زندگی شما هستند، برای اونها هم میبینم اگر که موارد خاص ناراحت کننده ای داشتند یا مجبور شدن که از چیزی بگذرن، از موردی که توی زندگیشون بوده بگذرن، مجبور شدن به رفتن و دور شدن از جایی که دوست نداشتن یا از شخصی که دوست نداشتن، امسال سالی هست که در واقع به اون شور و نشاط قبلی برخواهند گشت و خوشحالی که با شما قسمت خواهد شد و در واقع این افراد توی زندگی شما نور رو دوباره به زندگی شما میارن و خوشحالی براتون میارن، امواج مثبت براتون میارن و شور و نشاطی هستش که با این افراد شما خواهید داشت. وقتتون بخیر، با آرزوی بهترین ها.